دعوت شدیم 10 سال پیش بره دانشگاه تهران امام جماعت بشیم، همونجوری که نماز جمعه هست شنبه یک شنبه دوشنبه تو هفته. گفتم من به شرط میام که تفسیرم بگم. گفتن که اینجا صبح تا ظهر درسن خستن اینها. گفتم که کم میگم. گفتم آقا من میتونم نیم دقیقه تفسیر بگم. نیم دقیقه تفسیر. ببین ما بودیم در قرآن شب گفته کلو بخورید. هر جا بگه کلو بغلش مأموریتیه. کلو انفقو، کلو انطعمو، کلو لا تسرفو، کلو واعملوا صالحا، کلو لا تطغوا. به دنبور اصل هم که میگه کلی میگه ثم اسلکی. تو هم که گل مکیدی باید اصل بسازی. یعنی کلو هست اما بخور نیست. کنار خوردن یه مسئولیتیه. و سلام علیکم. ما خیلی خنده تشکر بود. نه این نقل دانشگاه رو اشتباه گرفتن با اینجا. دانشگاه گفتیم السلام علیکم. بله